دادگاه نظامی شهر مسکو هفته روان با بازپرسی شاهدان از روی پرونده عملیات تروریستی ناموفق در راه قطار را شروع کرد که 13 یولی سال 2017 صورت گرفت. طبق فرضیه تفتیشات پیروان گروهی به نام دولت اسلامی در راه قطار بلند سرعت سبسنگ که از مسکو به سنت پتربورگ حرکت میکرد آلات فلزی را گذاشتند. آنها میخواستند که قطار از راهش خارج شود ولی این نقشه آنها عملی نگشت. در نتیجه این قطار با آهن برخورد ولی از راهش خارج نگشت و تنها 5 واگن آن آسیب دیدند. از بین 7 گمانبر تنها یکی از آنها فرهاد نجمیدینوف ارتباط به جنایت را اعتراف کرد. محمدی بابایاروف تنها نگهداری سلاح را به گردن گرفت. دیگر 5 نفر گفتند که هیچ گناهی ندارند و اتهامات بی اساس است. به هنگام محاکمه سودی راننده قطار مهندس و معاون سردار ریاست راههای آهن روسیه پرسیده شدند. راننده و مهندس نقل کردند که هنگام احساس ضربه از زیر قطار را منع نموده و با مشاهده آسیب به حرکتشان ادامه دادند. همه این وقت مسافران در قطار بودند. در مرافعت تا به حال نظر خود متهمان شنیده نشده است. وکیلان دفاع و دادستانی از اظهار نظر در این زمینه خودداری می‌ورزند.